قبل از اینکه برای فارسا برای مملکتمون باشه مال آذربایجانه. ما هم افتخارش به ما هیچ موقع هم افتخارش هم خواهید رو چک بکنیم. ما اینجا فقط در مورد مستقیل ترس از این باشه، هر چی دوست داره باشه، غیر از این باشه بره بیرون، هر چی باشه چرا بگیری میکنه اتفاقی که گوش کنیم چه خطی اگه ببخشین حض میخوام ما تو زمین نبودیم چه خطی 120 دقیقه کجای دنیا آدم پشت میشبه 120 دقیقه سنگ میندازن چرا خودتون رو گول میزنید تو استادیوم نبودیم پشت دروازه بودم پشت دروازه بودیم که سنگ مینداختن پیروزی میخواد خبر بده میتونه خبر بده آقا تنش بازی که به وقت اوله فوش باشه شما فکر میکنید این عملی که انجام میدن کجای دنیا فکر این دلیلش که بود امروز این فوشا شما ببخشید شما جای من علی دایی اهل آذربایجانه علی دایی باید تیم دیگه جوری بفرستی که ببخشید درد گل بخوره اونجوری ما بی غیرت میشیم بی شرف میشیم اونی که به من میگه بی غیرت بی شرف خودش بی شرف و بی غیرته اونایی که به من توهین میکنن به کریم باقری که جوونیشو گذاشته واسه پستان آذربایجان تبریز شماها باید الگو باشین واسه همه جای ایران نه اینکه آذربایجانی که کریم باقری رو میده تمام دنیا ایران رو به اسم کریم باقری یا امثال کریم میشناسن شما تو شهر خودش بهش توهین میکنین از اون ور یه دونه خیابون به اسم کریم باقری میکنین از این ور یه استادیوم بهش پشت میده مگه ببخشید ما شرف و غیرتمون رو از سر راه آوردیم یه عده کسایی که اصلا واسه فوتبال نمیان ما اینجا ایرانه گوش کن دارم حد میزنم گوش کن اینجا ببخشید ایرانه آذربایجان مال ایرانه اینجا چرا ببخشید آتاتورک رو تشویق میکنن خجالت نمیکشید تو استادیوم همه فیلم شما ببخشید اینجا ایرانه آذربایجان مال ایرانه فراموش نکنید یه سری آدم ها دنبال مسئله دیگه هست که اصلا استادیوم نمیاد واسه فوتبال من اصلا ناراحت این نیستم که تا صبح وقتی پشت بدن شما چرا خودتون رو گول میزنید؟ شما نمیشنوید؟ آقا ساکت! که فوش میدادم آذری شما چرا 30 میلیون رفتارهای شما کمی باقری رو با بطری زدن گرده شاید دایی آقای همه ما ایرانی آذربایجان نمیدونم ترک کرد عرب هممون مال ایرانی چرا نمیفهمیم؟ شما ببخشید مسئله دیگر رو نفهمید آقای دایی چرا ترک خرمیگر چی میگه ببخشید شما همین کارات باعث میشه من یه سوال دارم یه آدم تحصیل کرده یه آدم که 2 کلاس سواد خونده باشه به خاطر اینکه من مربی پرسپولیسم به خودش اجازه میده که من بی‌غیرت بشم اگه اینجوری باشه گوش کن اگه اینجوری باشه اهوازی که روی فولاد بازی نمیکنه نمیدونم شیرازی که روی تیم شیراز نباید بازی کنه اصلا شما فوتبال رو ول کردین وارد یه سری مسئله دیگه شدید
معلومه تو این ضرب داورم میترسه 7 دقیقه وقت اضافه میگیره. معلومه تو این ضرب به ورزشگاه آقای باقری از پشت میزنن تو همون صحنه اوت خطا نمیگیره میره تو ته دورمون. مگه اینجا فوتبال بازی میشه؟ شما مگه اینجا اجازه هسته که مسائل فنی تیم برنده رو مشخص بکنه؟ یه ضربی رو ایجاد میکنه که ببخشید داور فقط از خدا که بازی مساوی بشه یه کاری بکنه که بازی مساوی بشه بیاد بیرون. از دقیقه 1 به نوع شهرداری به سود میزنه تا دقیقه 97. مگه میشه دقیقه 97 این بازی چقدر مگه وقت اضافه داشته؟ 7 دقیقه وقت اضافه گرفته. ضد فوتبال شما بود. چه ضد فوتبال شما؟ هر دقیقه بازیکن‌ها تو خودش رو زمین می‌زدن. بعد گل نمیاد به سوال نداره. هر وقت اجازه نمیده من صحبتمو بکنم. من سوال بپرسید. بعد از این مسئله فهمید دقیقه 6 تا 10 کجای دنیا شما میدونید 7 دقیقه 6 دقیقه 10 دقیقه بگیرن همه جای دنیا تبزن همه جای دنیا هم اینقدر خودشون زمین نمیدن. کی خودی شده؟ آها باشه 3 دقیقه دروازه‌بان من از اینجا تا اینجا که خورده به این میگن زمین انداخته. من نمیدونم انصافتون گذاره. شما میگی که خودشون میندازه زمین دروازه‌بان کسی داره خورده تا اینجا باید باشه ببخشیم تو زمین چی کار بکنیم؟ من نمیدونم چه تیمی خودشو بندازه. من بعد گلم 3 تا موقعیت دیگه داشتم تیر دروازه داشتیم همه اینا اتفاق افتاده. مگه ضد فوتبال من نمیدونم شما بازی نگاه نکردید چیزی که نگاه کردید. مسئله فنی به نظر من وارد شد. ما تیممون باید این بازی رو می‌برد. شما به من بگین یه دونه موقعیت شهرداری گیر آورد، یه دونه شوت زد گلر ما گرفت، یه دونه تک به تک شد اتفاق خاصی افتاد. کل همون یه دونه اوت بوده اونم خطا رو آقای باقری کردن توپه ثابت شده رفته تیر 2 زدن تو گلر. به نظر من انداخت ولی هر شما در بودیم بهتر بودیم. همون متاسفانه دوباره تو دقیقه آخر دو امتیاز آقای برای مهاجمین میشه برنامه انشاءالله بیشتر گل بزنن. حالا تو این 3 هفته انشاءالله بازی‌ها تعطیل است برای جام حالا غرب آسیا.